من کتاب را چون گل می بایم، چون شخص مهربانترین در آغوش می گیرم و چون صحبت نگاری وفادارترین دوست می دارم. مرگ سودخور یکی از اثرهای پرمحتوا و جالب استاد صدرالدین عینی بوده سال 1939 ایجاد شده است. به نویسنده معروف مشاهده و کنجکاوی امکان داده است که سیمای اشخاص خسیس و پولپرست را در مثال قاره اشکنبه با تمام جزئیاتش آشکار نماید تا آیندگان از آن سبق بگیرند. قصه مرگ سودخور قله بلندترین فعالیت هجرنگاری استاد صدرالدین عینی است. مرگ سودخور از طرف سخنشناسان وطنی و خارجی چون قله بلندترین حجم بدیعی در ادبیات دوره نوی تاجیک اعتراف شده است. خواننده هنگام مطالعه اثر همراه با طالب علم مدرسه در جستجوی حجره اجاروی با شخصیت قاره اشکنبه آشنایی پیدا می‌کند. توجه طالب علم را نام قاره اشکنبه به خود جلب کرده است و به جستجوی صاحب این لقب می‌براید. در حقیقت سیمای بدهیبت او به لقب قاره اشکنبه موافق بود. از این خاطر مردم او را نه با نام اصلیش قاری اسمت بلکه با لقبش بهتر می‌شناختند. مشاهده طالب علمی مدرسه دوام می‌یابد. به اندیشه او چشم تیز قاری اشکنبه قادر است که تمام مواد غذایی داخل دکان را ببیند. به کدام دکان گذری او افتد خم شده از طبق یا دسترخوان چیزی گرفته به دهان می‌پرتاید. موسیقی او به درجه‌ای بود که در حولی‌اش در یک شبانه روز تنها یک دانه گوگرد استفاده می‌شد و خلاص. به هر راه مبلغ زیادی ذخیره می‌نمود. پولپرستی او روز تا روز باز هم بیشتر می‌گردد. روز اثنای نماز پیشین کسی خبر می‌آورد که بولشویکان همه پول‌های بانک بخارا را مصادره کردند. قاری شکنبه این خبر را فهمیده با ندای آه پولکم از عالم چشم می‌پوشد. در این قصه ارباب روزی، ارباب حمید، میرزا خوجه برین образهای دیگری منفی نیز به نظر می‌رسند که استاد عینی به این واسطه هشدار می‌دهد که در همه دور و زمان سودخوری و پاره‌طلبی باعث سست شدن سمت اقتصادی، اعتماد خلق و پایه‌های دولتداری می‌گردد. образهای مثبت قصه طالب علمان مدرسه، ترجمان، محسن، همراه رفیق، شادمان، تورامراد و غیره میباشند. خلاصه قصه مرگ سودخوری استاد عینی با مضمون فراخ و جالب و نشانداد انیق روزگاری تلخ مردم مظلوم و سودخوری و فریب ریاکاران اهمیت عمومی جهانی پیدا کرده است. همین است که در ادبیات شناسی obraz قاری اشکنبه به صف بهترین obrazهای هجوی جهانی مثل شرلوک شکسپیر، توبسکی بالزاک، پلیوشکین گوگل، حاجی آقای صادق گذاشته شده است. سوژت پرپیچ و تاب و هجوی و تربیوی باعث گشت و از روی پای سال 1966 فیلم همنام مرگ سودخور را استودیوی تاجیک فیلم به نوار گرفت. بینگانی عزیز شما میتوانید قصه مذکور را از الغا کتابخانه‌های جمهوری دسترس نمایید.